فدراسیون خدمات امنیتی روسیه هفته گذشته گزارش داد که گویا اعضای یک گروه تروریستی را در شهر پیسکو بی‌ضرر گردانیده است. در اظهارات رسمی FSB گفته میشد که شهروندان یکی از کشورهای آسیای مرکزی نقشه داشتند که در یک انشآت نقلیاتی منطقه عمل تروریستی انجام دهند. گویا این اشخاص که زیر راهبری یک عضو تشکیلات بین المللی تروریستی قرار داشتند نیت داشتند بنای ایستگاه راه آهن پیسکو را ترک کنند. بعداً FSB نوار عملیات مخصوص را نشر کرد. در ویدئو دیده می شود که مرد با ماشین به نزد ایستگاه راه آهن آمده به داخل بنا می درآید. پس از گذشتن تفتیشات او وارد تالار انتظاری می شود و از داخل و بیرون بنا عکس برداری می کند. بعداً همان شخص در یک مرکز سودا ثبت شده است که در آنجا شیشه ها با مایع نامعلوم می خرد. ولی جالبش این است که روی این شخص پنهان کرده شده است. در ادامه نوار دیده می شود که نیروهای مخصوص یک خانه چوبین را هجوم میکنند. در ویدئویی که بعد از عملیات در داخل خانه ثبت شده است 3 جسد نمایان است. یکی از آنها در دست سلاح دارد. تیرهای زیادی در شکم او دیده میشوند اما در اطراف و در تمام خانه یگان آثار خون نیست. یک جزئیات دیگر هم نیز جالب است که در ویدئو روی همه افراد گمانبر شده پرره پنهان کرده شده است. گروه تحقیقاتی ایمیگرنت نید موفق شد که شخصیت هر 3 کشته شده را معاین کند. آنها شهروندان تاجیکستان بودند که قبلا در یک طربخانه چایخانه کار میکردند. این طربخانه همگی 1 کیلومتر دورتر از ایستگاه راه آهن جایگیر است. هموطنان کشته شدگان که با شرط مخفی صحبت کردند گفتند که از این حادثه در شوکند. هم از پای کور بود. هیچ کس باورش نمی آید که اینها به همین کور دست زدند. خیلی بچه‌های سلید نبودن، فرقیت داشتن از دیگر بچه‌ها. سر و تن گشتن، مدنیتشون. طوری که شناسهای آنها خبر دادند کشته شدگان پرویز رستم و جاوید جمعیف و عزیزجان اعظم قلزاده بودند. پرویز هنوز در چایخانه کار میکرد. جاوید به یک مرکز سودا با نام اکواپولیس گذشته بود و عزیزجان راننده تاکسی شده بود. همه آنها از ناحیه پنجکن تاجیکستان بودند. عین زمان مأموریت ناحیه پنجکن وضع اقتصادی خانواده‌های آنها و گذشته‌شان را تحقیق می‌کند. ما در هم مسئله آگاه شدیم، دستور گرفتیم که همه آموزیم کنی سبب‌هاش نتیجه‌اش کی به مسافرت رفتن، با کی همنشین و همخیز بودن، شرایط اولیویشون چخیل است، حاصلات اونها چخیل است، فکر و عقیده‌رانی اونها چخیل است. کشته شدگان در شبکه‌های اجتماعی نیز فعال بودند. مثلا جاوید جمعیف در شبکه وی کانتکت با نام جمعیف دوید صحیفه داشت و عکس‌هایی از جای کارش نشر می‌کرد. پرویز رستمو در صحیفه خود عکس‌های ماشین‌ها می‌گذاشت و یکی از عکس‌های خود را هم در صحیفه‌اش گذاشته است. پدر عزیزجان اعظم قلزاده، بزرگبای اعظم قلزاده که سابق منصبدار حکومت پنجکن است، به ورسیه FSB باور ندارد. وی میگوید که پسرش شخصی مذهبی نبود. بنا به گزارش‌ها بعد این حادثه در پیسکو تفتیش‌های مقامات علیه مهاجران شدیدتر شده است.